علیکم بچه‌ها، درس یکمی اوید بیسیک میشود. در این درس ما با شما یک چند عمل ها را دیده میبریم که در این عمل ها ما با شما استفاده برای یک چند اپراتور بیسیک رو، یعنی انیکتر 4 اپراتور بیسیک رو دیده میبریم. خب که باشد نویساندن رو سر میکنیم. اولین اپراتوری که استفاده میبریم این اپراتوری بیسیک می باشد. بخشش اپراتوری CLS می باشد. اپراتوری CLS این برای تازه کردن. خب خودی بگیم اکران برای تازه اکران CLS برای تازه نمودن اکران. یکم میگذاریم به بیسیک. دو نمونه انیکترش بسیار نمودهای بیسیک موجودند. یکی از نمودانش چنین گونه است. بیسیک یکی از عرفه ایزولیت میکنید با چنین طرز است. همین بیسیک رو پخش میکنید. پرلژن در نام نویسندگی است. بیسیک شما با کار میداره. این در اون حالتی که اگر بیسیک شما چی باشد؟ یعنی 32 را زیاده باشد. کامپیوتر من که 64 را زیادهش این به من خطاگی اعلام میکنه. چقدر که میبینید چنین گونه خطاگی به من اعلام میکنه. برای همین من از بیسیک 64 استفاده میبرم. خوب 64 از اینترنت بیم الان میتونید دسترس کنید. خب در بیسیک 64 خوب 64 نویسنده شده است با چنین طرز. همین خوب 64 رو ما با کار میاندازیم. خیلی ما پیدا میشود. خب در اول شما این معلومه را که میکشید اکران میده پیدا میشود. همین اکران ساز با اصول میده تر در آن نویسنده میشود. خوش آمدید به اکران بیسیک فلانی بیمدانی. از اونجا که ما میریم دیگر نشان نده رو پخش میکنیم و دیگر نشان نمیدیم. خب ما اکران CLS رو دعوت میکنیم. بخشش بیسیک رو دعوت میکنیم. می نویسیم CLS زبان رو تو انگلیسی میکنیم CLS. وقتی که CLS رو نویسندیم ما میتونیم برای سنجش با تکمچه رم پخش کنیم یا یکی تکمچه F5 باز میتونیم start رو پخش میکنیم. در اکران شما برای اجازت پرسی نمیچتری دیگر میپرسد که تکمچه اوکی رو پخش میکنیم. برنامه با کار میداره. من هم در آنجا دیگر نشان نده رو پخش کردگی هستم. برای همین به من وای دیگر نشان نمیدهم. خب CLS گفتیم برای تازه نمودن اکران. و وقتی اون رو پخش کردیم برنامه به ما باید نشون بیاد که چی گرد میشود. چقدر که میبینید با ما چنین اکران خالی نشان میدهد. در پایین نویسنده‌اش است press any key to continue. ما دل خواه تکمچه رو پخش میکنیم اکران ما گم میشود. یعنی اپراتوری ریم برای توضیح دیم اپراتوری که ما استفاده میبریم. خب در اینجا ما می نویسیم. خب زبان رو انگلیسی میگردونیم ریم. هی بچه کار جاهای کن. خب بعد از آنی که ریم می نویسونیم ما میتونیم نامی همین برنامه را با آسانی خب برنامه چوب در اکران چوب
میکنه. اکران برنامه چوب در اکران. وقتی که ما این رو نویسیم برنامه ما اگر شما خواهید که با سنجد میسنجد، اما این رو هم به اکران ما نمیبرد، برای آنکه این فقط برای سنجشی بود. این به هر حال یک بار دیگر میسنجیم. خب چقدر که میبینید همون اکران سیاهی که بود باز پیدا میشود، میگه یکم تلمباچه رو پخش. وقتی که ما این رو سر میدهیم اکران سیاه که ما باز پیدا میشود، ما دلخواه تلمباچه رو پخش میکنم، این باز گم میشود. و اکنون میگذاریم به اپراتوری نوبتی. اپراتوری نوبتی ما نام دارد اپراتوری عمل کننده ما پرینت. نچه این تنها اپراتور است که میتواند برای اکران یگان چیز بردارد، یعنی عمل کارهای کردگی ما را نشان دهد. فقط اکران سیاه نه، یگان چیز دیگر به ما برآورده نشان دهد. خب چوب در اکران، چوب در اکران. اکنون میگذاریم به خودی برنامه. از پایان ما می نویسیم پرینت وقتی ما می نویسیم پرینت در داخل ناخنک مثال دلخواه چیز را ما میتونیم که نویسیم. با دقت باشید ناخنک های دو تگه باشد، یک تگه نه. ناخنک های دو تگه ما می نویسیم. در داخل آن مثال می نویسیم سلام از من به برنامه. خب وقتی که نویسیم سلام از من به برنامه، شما میتونید که برنامه را یک بار دیگر سنجید، یعنی به کور درارید. استارت. چقدر که میبینید سلام از من به برنامه، اینش رو برنامه ما چیکار کرد؟ در اکران سیاه پیدا کرده، برنامه رو با آخر رسوند. ما دل خود تلمباچه رو پخش میکنیم، این گم میشود و اپراتور آخران که امروز ما میگذاریم نام دارد end. end آخر. end آخر. end آخر. این را بسیاری ها استفاده نمیبرن این اپراتور را و بسیاری ها هم استفاده میبرن. اگر شخصانی با تجربه تر باشن با میگویند که این به ما در کار نیست، فلانی بیمدونی. و هر حال شما میتونید به طب خود استفاده برید. این را شخصا من خودم استفاده میبرم برای که این آخری برنامه است. کدام نام برنامه که نباشد این رو نویسیم، ما سباستی برنامه را به انجام میرسیم، یعنی قسمت منطقه آخری برنامه میشود. خب اگر شما دلخواه چیز را به اکران برآوردنی باشد، شما میتوانید آن را یگان، من در نظر دارم کلمه جمله رو آن را در داخل ناخنک میگیرید و پرینت آن را به چوب میدهد. این بود درس سرشوی ما درباره بیسیک. 4 اپراتور عضوی تر رو ما گفتیم. از درس های دیگر نصیب باشد باز اپراتوران دیگر رو با شما شرح و توضیحات میدهیم که شما کار کرده توانید با اپراتوران بیسیک. خب
سربلند خانوار باشه تا درسه آینده بچه ها.